الان بخون واسمون. چه اشکالی خیلی داره؟ مشکله آقای نوذری. هیچ مشکلی نیست. کسی که بچگی میخونده الان هم به این خوبی میخونه هیچ مشکلی واسش نیست. هیچ مشکلی. یه خط. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو از تو دارم، از تو دارم. به به. من مطمئن هستم که خانم دلکش الان که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال میشن که یک هنرمندی که الان در سطح عالی هست اینطور به خوبی یاد میکنه از ایشون و دوستشون داره. البته همه ما دوست داریم انشالله یک روزی منت بذارن خانم دلکش و بیان توی این برنامه و باهاشون صحبت بکنن.